تیم ملی ورزشی کبدی افغانستان جهت اشتراک در بازی‌های سال 2014 المپیک آسیا آمادگی می‌گیرد. مسئولان میگن رقابت‌های بازی‌های المپیک آسیا با میزبانی کشور کره جنوبی در چند ماه آینده با اشتراک 46 کشور برگزار میشه. همکار ما وحیدالله فیضی ساپی را در استودیوی کابل با خود داریم. از ایشان تازه ترین جزئیات را در مورد موفقیت‌ها و دستاوردهای ورزشی افغانستان پرسان می‌کنیم. آقای ساپی، سلام و تشکر از وقتتان. تازه ترین جزئیات، تازه ترین خبر خوش البته در این بخش محبوب برای بیشتر افغان‌ها چیست؟ سیرجان، قبل از این که به خبر کبدی بپردازم، در نخست میخوام که خبر خوش را با علاقمندان ورزش شریک سازم. و این که تیم ملی کرکت افغانستان امروز توانست در مسابقات لیگ برتر کرکت که میان کشورهای آسیایی در مالزیا امروز آغاز شده و تا 7 روز ادامه خواهد داشت، افغانستان توانست امروز در نخستین بازیش تیم هنگ کنگ را با تفاوت 6 ویکت شکست دهد. البته بازی اول را تیم هنگ کنگ آغاز نموده بود که در 49 اوور توانسته بود 216 رنز را به دست بیاورد، اما تیم افغانستان که شامل جوانان نیز بوده توانست تیم هنگ کنگ را به بسیار سادگی شکست دهد و این تورنمنت را با قهرمانی آغاز نماید. افغانستان تا 7 روز دیگر 4 بازی دیگر هم انجام خواهد داد. همچنان در بخش کبدی که امروز مسابقات کابل آغاز شده، در این مسابقات در حدود 12 تیم از شهر کابل اشتراک دارند که در کل 220 ورزشکار در این تورنمنت شرکت کرده. با گفته مسئولین فدراسیون کبدی افغانستان که هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب یک تیم قدرتمند برای مسابقات ملی می باشد و همچنان تیم کبدی افغانستان در آینده نزدیک در مسابقات المپیک آسیایی که در کره جنوبی برگزار میشه و همچنان مسابقات آسیایی که در کشور تایلند برگزار میشه این ورزشکاران را اعزام خواهند نمود. ورزشکاران میگن که همچون مسابقات برای رشد ورزش کبدی بسیار مهم است و میخواهند که در آینده نیز همچون مسابقات برگزار شود. یکی از ورزشکاران در زمینه با تلویزیون آشنا چنین گفت: و فدراسیون کبدی میخوایم که زمینه را برای جوانان مساعد بسازد تا جوانان هر چی بیشتر بتونن به ورزش رو بیارن، از مواد مخدر و از دیگر گپا دور بکنن خودم. و ورزش کبدی بسیار ورزش خوب است، باید به ما زیاد کمک شده درسم. بازی کبدی بازی جالب است، البته تازه هم است بر افغان‌ها، مثل پالوانی و دوش و همه چیز مکس. آقای فیضی، کوتاه برام بگوین. مبارک باشه رئیس تازه کمیته المپیک شما. واکنش ها کوتاه چی بوده در برابر گمارش رئیس تازه؟ در حال حاضر با گماشتن یک رئیس و او هم یک جوان برای ورزشکاران بسیار خوشایند بوده و با ورزشکاران که من صحبت کردم گفتن که میتونه که با جدا شدن کمیته المپیک از تربیت بدنی در بخش ورزش‌های المپیکی پیشرفت‌های قابل ملاحظه ایجاد خواهد شد و خود رئیس المپیک که جدیداً به این سمت گماشته شده میگه که در این بخش کارهای زیادی خواهد نمود. سیرجان، آقای فیضی تشکر از شما. وقت خوش داشته باشین با جمع بیننده های عزیز. برنامه دری با همی بخش با